ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори шашум. عجابت تاریخ را ببینید که این سه باستانشناس معروف سالها در دل آرزوی پیدا کردن نشانی از خزینه امودریا را پروریده باشند، هم قسمت ناسازگار این بخت را برایشان میسر نگرداند. اندیشه های جسورانه دیاکنف در بابت تمدن باختر قدیم، علل خصوص مکان خزینه امودریا پنداشتن خرابه های تخت سنگین و پیشامدهای درخشان این حفریات، دقت بسیار باستانشناسان مشهور آسیای میانه را به خود کشید. به موضع خرابه های قلعه میر، کیقوباد شاه، تخت قوباد و تخت سنگین، عالمان زبردستی ساحه باستانشناسی لیتوینسکی، زیمل، ستویسکی، الباوم آمده با علم باخترشناسی صحیفه تازه افزودند. تقریباً بعد 100 سال یافت شدن خزینه امودریا، عالیه باستانشناسی باز مرحمت نموده و بسیار منظره های تاریک و ناعیانی این خزینه روشنی انداخت. حفریات باستانشناسی تخت سنگین که سال 1976 سر اول تحت سروری لیتوینسکی آغاز یافته، سپس با راهبری باستانشناس پیچیکیان ادامه یافت، در کشادن و تفسیر و تصنیف بسیار معماهای آثار فرهنگ و تمدن و دولتداری عهد باختر قدیم کمک نمود. حفریات باستانشناسی نشان داد که تخت سنگین با همراهی تخت قوباد یک مجموعه استحکامات پر اقتدار و قلعه‌بندی عهد قدیم بود که در چارسوی شاهراه هندوچین و ایران و روم مقام داشته. گذرگاه آبی دریای آمو و راههای خشکیگرد آن را تحت حمایت و نظارت قرار داده بود. بنیاد دیمنه تخت سنگین شهادت می دهد که نیاگان تاجیکان در صنعت استحکام گذاری و قلعه سازی به پایه بلند انکشاف رسیده، دستاوردهای معماری و استحکامات حربی را با هم خیلی ماهرانه آمیزش داده و کاربست نمودند. دیمنه تخت سنگین را از غرب کوه، از شرق دریای بزرگ آمو حفظ نموده، از جنوب و شمال آن را 2 قطار دیواره قفس و مستحکم پیچانیده بود. در فاصله بین دیوارهای شمالی و جنوبی با ششگاه نظامیان و پاسبانان قلعه، قطار کاروانسرای‌ها و کوشک‌های تاجران، رسته‌های هنرمندان و اقامتگاه کاسبان و دیگر عمارت‌های خرد و بزرگ دارای طرح خاصه معماری جایگیر بودند. کهندیز بزرگ راست کنجه در میان جای دیمنه قامت افراخته بود که طول آن 237 متر و عرضش 165 متر می آمد. کهندیز با دیوارهای سنگین قفسیش 2 متر، برجهای دیدبانی بلندیش 8 متر و خندقهای عمقش 3 متر احاطه شده بود که از روی عنعنه استحکام سازی باختریان شکل راست کنجه داشت. بازیافتی از همه عجیبی که در علم باستانشناسی شور و ولوله انگیخته و بسیار معماهای خزینه امودریا روشنی انداخت، معبد بزرگی بود که به شرف خدای عروض وخش و آمو آخشا بنیاد شده بود. واقعاً این معبد در جای نظرربایی با هم یک شدن 2 رود کلان وخش و پنج
و آغاز یافتن دریای بزرگی آمو بنیاد گردیده بود. در میان جای معبد آخشا تالاری بزرگی مربع شکل واقعی بود که مساحتش 144 متر مربع را تشکیل میداد. اطراف تالار را دالان‌های خوش‌طرح احاطه نمودند که از افتش مقامگاهی زیارتگران و کاهنان عبادتخانه را ادا می‌کردند. بالارهای سقف تالار بر 4 ستون سنگی استوار بوده شکوه و شهامت عبادتخانه را می افزودند. به تالار و دالانها از 3 سمت 3 در گذاشته بودند که زیارتگران و نظر کنندگان توسط این درها به تالار و دالانها وارد می شدند. تفصیلات عبادتخانه و جزئیات معماری تالار را به باستانشناسان واگذار نموده همین را می افزاییم که میان بازیافت‌های باستانشناسی تخت سنگین و خزینه امودریا یک شباهت و عمومیت حیرت انگیز مشاهده می گردد. مجسمه های گجی و گیلی، مقدار زیاد اشیاهای آجی، بیش از 30,000 پیکانهای آهنی و عددی زیادی پیکانهای برنجی، خنجرهای تهجایی اکینک و غلافهای مصور، محرابهای خرد و بزرگی مجسمکاری، تنگه ها و پلکچه های زرین و دیگر اشیاها دلیل های رد نشونده‌ای می باشند که مکان حقیقی خزینه امودریا محض همین معبد و تالاری با شکوهی تختی سنگین بوده است. شبهه‌ای نیست که خزینه امودریا و دیگر آثار قدیمی معبد آخشا در طول هنگامه‌های 1000 ساله تاریخ به غارت رفته حصه خیلی ناچیزی آن تا زمانی ما رسیده است که بازیافت‌های بالایی منسوب آن است. از سرچشمه‌های قدیمه علال خصوص از کتاب مقدس اوستا برمی آید که رودی وخش و آمو برای قومهای آریایی رودی مقدس بوده، به آلیهه آن آخشا همچنین آلیهه آب و آبادانی و فراوانی اناهیتا باختریان و سغدیان و خارزمی ها سجده می آوردند. زیرا رودی وخش رودی مقدس و حیات بخش بوده، در پهنای آریان ویج زمین ها را شاداب می گرداند، با آدمان رزق و روزی می بخشید و 4 پایان را از گیاه و علفهای سبز بهره‌ور می نمود. اصطلاح وخش در فارسی قدیم معنای کلامی گفته شده را دارد که همسنگی تعبیری مناجات، دعا و نیایش کردن است. در زبان سغدی نیز هم معنای تعبیری سخن، گفتار بوده است. یعنی در حق آلیهه دریای حیات بخش و رزق آفرنده آخشا مناجات و نیایش کردن را افاده می کند. در سرچشمه های هندی کلمه وخشو نامی امودریاست که یونانیان آن را با کلمه هم آهنگ آن آکسوس نام می بردند. عجب نیست عباره زردشتی وخشور هم از همین جا برآمده. اولا باری معنی پیغمبر، رسول، آورنده کلام حق و سپس باری تعبیری زاده و ساکن کناره رودی وخش آمو، صحیح ترش وخشی وخش زاده را بکشد. بنا به معلومات شرقشناس معروف لیفشیتز در موزه شهر کلکته کتیبه روی سنگ محفوظ است که نوشتجات وخش خدای یگانه را دارد. می توان افزود که تصورات مقدس پنداشتن و همچون خدا پرستیدنی وخش نه تنها به باختریان عهد قدیم
بلکه به ساکنان دورهای منبعده آسیای میانه نیز بیگانه نبوده است. مثلا ابو ریحان بیرونی 937 1048 که خود زاده منطقه خوارزم است، از باب رسم و عادت خوارزمیان سخن رانده خبر می دهد که این مردم عید با نام وخشهنگام دارند و شرح می دهد که وخش نام ملائکه است ناظری آب و نگهبان دریای وخش و جیحون. واقعاً در مجموع مصنوعات خزینه امودریا انگشترین طلایی محفوظ است که وظیفه مهر را ادا نموده در روی آن عکس مخلوق اساطیری گاوصورت آدمسر و بالدار حکاکی شده است. در حاشیه انگشترین نوشتجات با خط آرامی ثبت شده است که آن را محققان وخشو یعنی آلیه رودی وخش تفسیر کردند. محض همین نوشتجات دلیل رد نشونده است که عمومیت خزینه امودریا و بازیافت‌های معبد وخش را ثابت می نماید. از این رو باختریان قدیم برای بزرگداشت رودی مقدس وخش و پاس خاطر آلیه بزرگ آن آخشا که در تصور آنها آلیه آب و آبیاری بوده است، از زمانهای خیلی قدیم اشیاهای گرانبها را نذر و نثار می کردند، قربانی و هدیه ها می آوردند، نیایش و پرستش می نمودند و حتی سجده و عبادت می گذاریدند. در این باره هنگام تحلیل مسکن آریایی های ایران شرقی سرچشمه اویستا، تعلیمات زردوشت و وطن اصلی آن مفصلتر توقف خواهیم کرد. کهن‌ترین بازیافت معبد وخش غلاف عاجی خنجری باختری ساختی اکینک است که در روی آن دو منظره به آهو حمله آوردنی درنده مجسم شده است. شیر در قسم بالایی غلاف عکس یافته است که با پایهای پیش آهوی را داشته، با پایهای عقیب آدموار راست استاده است. شیر تا اندازه قیافه انسانی داشته، فعلاً به اساطیر روایتی افاده توانایی و قدرت پادشاهان اساس یافته است. در قسم پایانی غلاف در رنده شبیه گربه کلان را می بینیم که به چنگالش آهوی بیچاره افتاده است. تصویرهای روی غلاف از روی اسلوب محصول دست هنرمندان باختری بوده، موافق عقیده باستانشناسان در عصرهای 6-5 تا میلاد آفریده شدند. در بین بازیافت‌های صنعت مجسمه سازی پیکره خردی اسکندری مقدونی مقام خاصی دارد. این پیکره که از عاج تراشیده شده است، سیمای اسکندر را به نیم خدای و نیم آدم مانند می سازد که در سر تاسکلاهی دو شاخه دارد. تاسکلاهی به کله شیر مانند اسکندر از یک طرف شان و شوکت غالبیت را افاده نماید، از طرف دیگر به خاطر ما قصه های اسکندری ذوالقرنین شاخدار را می آورد که از دهها اسکندر نامه های شاعران تاجیک و فارس برایمان آشناست. باید ذکر نمود که هنگام حفریات تخت سنگین شماره زیادی شمشیرهای جنگی و غلافهای عاجی پیدا شده اند که در طول 150 سال حفریات دنیای عتیقه این مقدار شمشیرهای گوناگون ساختی یک دمه و دو دمه دسترس نگشته بود.
غالباً این شمشیرها به سپاهیان سواره و پیاده یونانی منسوب بوده. شاید هنگامی عبوری لشکری جهانگیری اسکندری مقدونی از گذرگاه رودی آمو به معبد وخش نظر شدند. از بین پاره های جوشن و توده شمشیرها لوحه های پدید آمدند که در روی آنها منظره های شکار و اسب سواری نقش بستند. این لوحه ها را به دیواره صندوقچه عاجی نسبت داده باستانشناسان آن را باختریان هنگام شکار نامیدند. هنرمندی نفیسکاری باختری سر و لباسی سواره، طرز نشست، آلاتی شکار، امثال کمان، نیام، زیره و افزار اسب را چنان با جزئیاتش خاتمکاری کرده است که از آنها سیمای واقعی باختریان را تصور کردن امکان پذیر است. دو سواره جانب صیدها تیر می اندازند. چند غزال زخمین افتاده روباه و زرگوشان در گریزند و مادشهری مجروحی برای نجات بچه هایش آماده به سواره ها در افتادن است. این منظره ها برای آموختن سطح مدنیت، آلات و افزار جنگی و مهارت اسب سواری و اسب پروری باختریان از چندین اثرها دیده مواد فراوانتر داده می تواند. آثار تخت سنگین، صحیفه های ناعیان خزینه امودریا را برایمان کشاده ثابت نمود که این گنجینه بی امثال محض پاره از نظرهای در طول 100 ساله ها نثار نموده معتقدان و زیارتگران بوده است. معلومات افسران انگلیس بارتون و کانینگیم در خصوصی از پایاناب رودی وخش و 5 یافت شدن خزینه نیز تصدیق گردید. علم باستان شناسی انیق کرد که خزینه امودریا یادگاری از روح جاویدانه باختر و آلیه رودی حیات بخشی وخش بوده از تاریخ بسا کهن و اصالت دیرینه تمدن و دولتداری تاجیکان بشارت آورده است. حفریات قلعه میر، کیقوباد شاه، تخت قوباد، تخت سنگین و دهها تحقیقات‌های باستانشناسی موضع‌های مختلف تاجیکستان که در نیم عصر آخر صورت گرفت در علم باخترشناسی و تاریخ تمدن و دولتداری تاجیکان صحیفه‌های نو گشاد. دلیل‌های تاریخی و باستانشناسی حدود افغانستان، علل خصوص حفریات بلخ، تلا تپه و حدود ترمیز، ایریتام، حدود ترکمنستان، مرو، نیسا و حدود ازبکستان، فرغانه، سرخاندریا عمومیت و شباهت بازیافتها را اساسناک نموده از شکوه تمدن، پهناوری مرزها و قدرت و توانایی دولت باختری قدیم گواهی می دهند. خزینه امودریا و بازیافت‌های معبدی وخش سندی گردید که فرض و تخمین و محاکمه‌رانی‌های احتمالی مورخان و باستانشناسان تاریخ آسیای مرکزی در خصوص موجودیت دولت پر اقتداری باختری قدیم به حقیقت واقعی تبدیل یافته افقهای تازه علمی باخترشناسی برایشان کشاده گردد. نخستین قاموسنامه نیاگان. مادامی که رشته سخن تا اینجا کشید، خود از خود سؤال پیش می آید که تاجیکان را چی نسبتی است به باختریان و
دولتی باختری قدیم که دامن سلاله سامانیان را رها ساخته دعوای تاج و تخت کیانیان و واریثیت خزینه امودریا می کنند. واقعاً باشندگان باختر و سوخت قدیم سراجدادی تاجیکان بودند یا نه؟ و اگر باشند با کدام وجه و دلیل و برهانهای تاریخی؟ گهواره تمدن طایفه های آریایی نژاد و آریایی تباری فارسی زبان نخست در کجا سبزیده؟ ماورای باختر و سوخت و خوارزم یا در بلاد فارس و ایران کنونی؟ و نهایت آیا تاجیکان چون فارس های هم تقدیر و هم زبان خود حق و حقوق معنوی صاحب شدن به میراث تاریخی و فرهنگی، واریثیت زبان، واریثیت روایت و اساطیرهای قدیمه و کیش و مذهبهای سابقه آریایی های باشنده باختر و سوخت قدیم را دارند یا نه؟ آیا قوم و قبایل مختلف ترک نژاد که بعد هزار سالها به چند از مرزهای سابقه باختر و سوخت و خوارزم قدیم صاحب شده امروز از منبر دولت ملی خود دعوای میراث تاریخی و فرهنگی آریایی ها می کنند، یگان ارتباط و عمومیت با طایفه های آریایی نژاد و آریایی تباری این منطقه دارند یا از قضای تاریخ سرزمین آنها را صاحب شدند؟ پساپیش صدها سؤالها و معماهای حل طلب تاریخ پیشاروی ما قرار می گیرند و پاسخ می خواهند. برای به این سؤالها پاسخ گفتن می باید به دوره های بسا کهن تاریخی سفر کنیم تا اصل و نسب خلقیت خود را بشناسیم، نشانه از سرجداد و گذشته های دور پیدا کنیم، از میان طایفه و تبارهای سیرشمار خلقیت تاجیک را با مرزهای بود و باش، تمدن خاصه و آیین‌های دولتداریش دریابیم. اصلاً فرهنگ و تمدن سرحد ندارد و در دایره یک مرز و بوم و حدود معین نگاه داشتن آن امری است محال. تاریخ بشری گواه است که از تأثیر فرهنگ و تمدن یک خلقیت و ملت جداگانه دولت و کشوری پهناور و مذهب و دین خاصه تمدن تازه می سبزد، ملت و خلقیت و دولت‌های نو ارزی هستی می کنند. مورخان عتیق شناس بیهوده نگفتند که یونان زمین گهواره تمدن بشر و آوان طفلی انسانیت است. هرچند در این گفته ها زیاده روی و قدر نکردن تمدن مشرق زمین به نظر می رسد، ما به جوهر آن یعنی گسترش تمدن ها و فرهنگ ها و از یک مرز به مرز دیگر راه گشادن آن قناعت می نماییم. در تاریخ پرماجرای قرن 20 و علال خصوص 10 ساله های آخر آن که نه تنها مرزبندی کشورها و حوزه های گیوپولیتیکی آهنگ نو می گیرند، بلکه حدود تمدن های سابقه و جدید از نو مرزبندی می گردند و ملت های صغیر و کبیر دایره فرهنگ و تمدن خیش را از حساب غصب تمدن های بیگانه وسعت می بخشند، رو آوردند به تاریخ گذشته ملت و از روی انصاف و عدالت قیاس نمودن آن کاری است بسا مشکل. ولی چاره بازگشت نیست و باید هر لحظه حکم تاریخ را به داوری و حکم عادلانه خوانده و به قول مورخان ورزیده تمدن قدیمه آسیای میانه واینبرگ و ستاویسکی نباید یادگاری های معماری، آثار تمدن
و فرهنگی در مرزهای یکی از این دولت‌ها واقع گشته را به طور قطعی ماری ازبیک ها یا ترکمن ها دانست، زیرا این به حقیقت تاریخی مخالف است. و مورخان نامبرده در کتاب تاریخ و تمدن آسیای میانه در عهد قدیم پایانتر می افزایند. تاریخ تشکل خلقیت‌های حاضره آسیای میانه در حدود صورت گرفته است که الحال به آن دولت‌های گوناگون شاملند، چنانچه سرزمین باختر قدیم و تخارستان الحال در بین ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و شمال افغانستان تقسیم شده اند. سغد قدیم در مرزهای ازبکستان و تاجیکستان جای داشت. همچنین خوارزم در حدودهای ترکمنستان و قراقلپاکستان، فرغانه در ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان واقع است. در عین حال قدیمترین مرکزهای مدنیت تاجیکان شهرهای بخارا و سمرقند در حدود ازبکستان کنونی جایگیر است. خود از خود روشن است که تاریخ و تاریخ تمدن این مرزها را در حدود دولت‌های نو تشکل یافته امروزه به تدقیق گرفتن کاری است ناممکن. واقعاً دستاوردهای تاریخ و تمدن دورها و عصرهای گذشته را در حدود مرزهای جغرافی امروزه غنجاندن و زوراً به این یا آن ملت نسبت دادن مثل آن است که نسب و وطن فیل جنگلستان‌های هند را آورده به بیابان‌های قزلقم و قراقم بپیوندیم و از کشفیات ساده لبخانه خیش افتخار نماییم. ولی ما نیت غصب و از خود کردن تمدن و میراث فرهنگی یگان خلقیت و ملت مرزهای سابقه و امروزه آسیای میانه را نداریم. فقط می خواهیم اصل و نسب خود را بشناسیم، نشیمنگاه اجداد گذشته خود را به تحقیق گیریم، برد و باخت آنها را در طول هزار ساله های دور و نزدیک بیاموزیم، از شکست و پیروزی های آنها سبقها اندوزیم، زیرا تاریخ بزرگترین استاد، عادلترین حکم، خالصترین واقعه نگار و کارآزموده ترین راهبلد بوده ما را از گذشته های دور به سوی قرنهای آینده هدایت می نماید. به این خاطر لحظه دامن باختر قدیم و خزینه امودریا را سر داده به دوره های باز هم دورتری تاریخی، یعنی به پهناهای آسیای میانه کوچ بستن و این سرزمین را وطن اختیار کردن آریایی ها رو می آریم. سرنوشت آریایی ها از جمله صحیفه های بسارنگین، عجیب و شگفت‌انگیز تاریخی بشر بوده از میان اساطیر و روایت و حقیقت تاریخی راه گشاده تا به روزگار ما رسیده است. درباره سرمنشه برآمد و وطن اصلی آریایی ها در میان عالمان مشرق و مغرب بحث های زیاد صورت گرفته. اکثر محققان آریاشناس بر آنند که اصلی برآمد و ابتدای سرمنزل این طایفه های بادیه‌گرد و کشورکشا اروپای مرکزی، دشت های جنوبی روسیه و آسیای میانه بوده است. شنونده های گرامی، شما گفتار ششم رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.